سلام، من الزا هستم. توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چجوری این عروسک رو ببافیم. واسه شروع اول یه حلقه درست میکنیم. بعد داخل حلقه 6 تا پای کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5 6. حلقه رو میبندیم. تو ردیف دوم همه دونه ها رو اضافه میکنیم. ردیف سوم یه دونه در میون دونه ها رو اضافه میکنیم. یه پای کوتاه میبافیم، یه دونه اضافه میکنیم. ردیف 4 دو دونه در میون دونه ها رو اضافه میکنیم. دو تا پای کوتاه میبافیم، یه دونه اضافه میکنیم. توی ردیف 5 سه دونه در میون دونه ها رو اضافه میکنیم. سه تا پای کوتاه میبافیم، یه دونه اضافه میکنیم. ردیف پنجم که تمام شد 4 ردیف همه دونه ها رو ساده میبافیم. بعد اینکه 4 ردیف ساده بافتیم، توی ردیف دهم اول 10 تا پای کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد نخ و دور گلاب میپیچیم، میبریم توی دونه بعدی. یه نخ میگیریم میاریم بیرون. دوباره نخ و دور گلاب میپیچیم، از 2 تا حلقه اول میاریم بیرون. 3 بار دیگه هم این کار رو توی همین دونه انجام میدیم.
بعد نخ و دور قلاب میپیچیم، از همه این حلقه ها میاریم بیرون. بعد 9 تا پای کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نخ و دور قلاب میپیچیم، میبریم توی دونه بعدی. یه نخ میگیریم میاریم بیرون. دوباره نخ و دور قلاب میپیچیم، از 2 تا حلقه اول میاریم بیرون. 3 بار دیگه هم این کار رو توی همین دونه انجام میدیم. بعد یه نخ میپیچیم، از همه این حلقه ها میاریم بیرون. 9 تا دونه آخرم پای کوتاه میبافیم. ردیف دهم که تموم شد، 3 ردیف همه دونه ها رو ساده میبافیم. تو ردیف 14 اول 12 تا پای کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعد نخ و دور قلاب میپیچیم، میبریم تو دونه بعدی. یه نخ میگیریم میاریم بیرون. دوباره نخ و دور قلاب میپیچیم، از 2 تا حلقه اول میاریم بیرون. این کار رو 3 بار توی همین دونه انجام میدیم. بعد نخ و دور قلاب میپیچیم، از همه حلقه ها میاریم بیرون. 5 تا پای کوتاه میبافیم. 9 نخ و دور قلاب میپیچیم، میبریم توی دونه بعدی. یه نخ میگیریم میاریم بیرون. دوباره نخ و دور قلاب میپیچیم، از 2 تا حلقه اول میاریم بیرون. 3 بار دیگه هم این کار رو توی همین دونه انجام میدیم. یه نخ میپیچیم، از همه این دونه ها میاریم بیرون. 11 تا دونه آخرم ساده میبافیم.
حالا تو ردیف 15 3 دونه در میون دونه ها رو کم میکنیم. سه تا پای کوتاه میبافیم. یه دونه کم میکنیم. تو ردیف 16 2 دونه در میون دونه ها رو کم میکنیم. دو تا پای کوتاه میبافیم. یه دونه کم میکنیم. ردیف 17 یه دونه در میون دونه ها رو کم میکنیم. یه پای کوتاه میبافیم. یه دونه کم میکنیم. تو ردیف آخر همه دونه ها رو کم میکنیم. بدن عروسکمون آماده شد. خب برای بافتن کلاهش اول یه دونه حلقه درست میکنیم. بعد داخل حلقه 6 تا پای کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5 6. حلقه رو میبندیم. 4 تا ردیف بعدی رو درست مثل سر عروسک میبافیم. یعنی ردیف دوم همه دونه ها رو اضافه میکنیم. تو ردیف سوم یه دونه در میون. تو ردیف چهارم 2 دونه در میون. تو ردیف پنجم 3 دونه در میون دونه ها رو اضافه میکنیم. تو ردیف ششم 9 دونه در میون دونه ها رو اضافه میکنیم. اول 9 تا پای کوتاه میبافیم. 2 3 4 5 6 7 8 9. یه دونه اضافه میکنیم. دوباره دیگه هم این کار رو انجام میدیم. ردیف ششم که تموم شد 3 ردیف همه دونه ها رو ساده میبافیم.
تو ردیف دهم یه ردیف همه دونه ها رو پای نامرئی بافیم. توی ردیف آخر همه دونه ها رو پای بلند می بافیم. کلاه عروسکمون هم آماده شد. برای بافتن منقار کلاهش اولی حلقه درست میکنیم. بعد داخل حلقه 4 تا پای کوتاه میبافیم. حلقه رو میبندیم. تو ردیف دوم توی اولین دونه 3 تا پای کوتاه میبافیم. بعد یه دونه پای کوتاه میبافیم. تو دونه بعدی 3 تا پای کوتاه میبافیم. دونه آخرم ساده میبافیم. تو ردیف سوم اول یه پای کوتاه میبافیم. یه دونه کم میکنیم. دو تا پای کوتاه میبافیم. یه دونه کم میکنیم. نخمون رو قیچی میکنیم. منقار کلاهش هم تموم شد. الان باید کلاهش رو سرش بپوشونیم. بعد با نخ و سوزن کلاهش رو به سرش بدوزیم. منقاری هم که برای کلاهش بافتیم اینجوری روی کلاه میدوزیم. بعد اینکه کلاهش رو دوختیم باید با سوزن تهگرد جای چشاش رو مشخص کنیم. برای چشماش از هر طرف از کنار دستش 2 تا دونه میشماریم. روی سومین دونه علامت میذاریم.
این شکلی. بعد برای کلاهش از کنار منگارش 3 تا دونه میشماریم، روی 4مین دونه علامت میذاریم. حالا چشاشو با چسب میچسبونیم. عروسکمون آماده شد. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. اگر از این آموزش خوشتون اومد لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید.